مهی مهرات دو کف ترانو اینجا یه چی بهت بگم یه مش لجن با هم لجن همشونو گرفتم به تخم چپن همشون رو پاشون کجن منم تو تاریکی اینه او شبه با چشم دیدم میگم هرچی از گوش سامسونت کشتی دوستا میشن دشمن وقتی میبینن چند قدم جلو رفتی تاس بریزم میاد جفشیش به ما نمیخوری کس میخرچی داریم باز خودمونه پوزنی من دیوونم یه مریض مصری از دراگ بگیر تا الکل روزایی که علکی شب شد فلان تو هیز رند و مربار یکیو کردیم صندوق اورجینال پامونه کتونی گاهی بی کله گاهی صبوریم اینا رد بدن داغ کنن میبرن میارنت قبونی میدونی راحت وجدانم رفیقامو نذاشتم رو ترازو ببینم کی میصرفه بیشتر برا همشون میشم پیشمرگ تو هم کسی رو نداشتی لاشی کاری کردم با همه رفیق باشی همونا که دونه دونه بعدشونو میگفتی شدی باشون داداشی عدا دشمن آخه چرا تو که هستی جزء فنا رفیقام نورن تو شبا تو هم بزن به چاک فرار تو رو اووردن بالا فهمیدی چی میگم چاقال 4 تا چیزی هم که بلدی من بهت یاد دادم لاچا یه مش لجن با هم لجن همشونو گرفتم به تخم چپن همشون رو پاشون کجن منم تو تاریکی اینه او شبه به رپ تبدیل میشه غزل بازم میفتی تو هچل هرس نخور مواد داره میریزه 3-4 روز دیگه میشی کچل مثل بغلیت دارا کپلی چند سال ازم عقبی از رئیست بگیر اجازه بیا بهت بدم تو دهنی ریش و ریشه که پشم حتما میزنم بری فصل بعد پس آره فوش مادر زشته از این به بعد قصه احمد چیزی ندارید بگید ازم را نرید الکی رو سرم ازتون سوژه دارم کلی میدونید که نابغه منم خودتو دوستات پیگیر فنمی قبول کن جدی ولی از بازی پرتین دماغ عملی سوسول قرتی باید راه اندازی کنم برات مرکز ترک گوخوری قبلا هم گفتم خوب داشتی از بچگی کون بودی زر نزن دیگه علافی رد شد پیشنهاد همکاریت نزدیک بود کونت بذارم لباتو خوردم پشت خیاطی بیا بیف دیگه شک داری رو در رو سرامحل سرپایی هل نشی بیای با دمپایی میدم بکنن دستمالی یه مش لجن با هم لجن گرفتم شما رو به تخم چپن همشون رو پاشون کجن منم تو تاریکی اینه اون شبه ببین تو که داد میشه مایه داری بیا دونگ تو به دگه خواهی داری کونی مفتی بهت باریستایی یاد دادم پولشو ندی رفتی کافه زدی قلم بلد نیستی بگیری دستت کلمه نمیاد تو مغزت با 100 تا کچل دیگه هم تیم بشی کیره منم نیستی بچه یارو انقدر ما سیگار گرفت آخر با پولش رفت آیفون خرید بعد خیلی 100 میلیون گوشی دستت باشه شارژ نشه زنگ بزنی راستی تو که میگفتی من با پرام کار کردم آدم کار نیست 2-3 تا ترک من گرفت پیچید کلی براش زحمت کشیدم رفت چمو گوشیشو خاموش کرد بعد همون حرفا رو بر علیه خودم میزنی کونی میبینی ذات نداری خیلی چیزارم نگفتم فعلا ناگفته بمونه دیگه هم داستانو کش ندین چون موضوعات مهمتری تو زندگیم هست که شما حتی آخریش هم نیستین